سلام به 7مین روز از دوره زنجیره سلامت خیلی خوش اومدیم. برای شروع تمرین با هم جلوی مت وای میستیم. فاصله بین پاهامون به اندازه عرض لگن که به اندازه 2 مشتمون میشه. دست تا کنار بدن، از نوک انگشتای پا تا نوک سر، بدن فعال. دم میگیریم، همراه با دم دستامون رو میفرستیم بالای سرمون. با بازدم دست ها کنار بدن. دوباره دم میگیریم، دستا رو میفرستیم بالای سرمون، نگاه به بین 2 دستا. با بازدم قفسه سینمون رو میچسبونیم به رانها. دم میگیریم، کمرمون موازی با زمین، پشت پاها صاف. با بازدم دوباره قفسه سینمون رو میچسبونیم به رونهامون. با یه قدم بزرگ پای راستمون رو در ابتدا میفرستیم به سمت عقب مت. کف دست ها یا انگشتای دستمون روی مت. نگاهمون کمی متمایل به جلو. خیلی آروم پای چپمون رو میفرستیم کنار پای راستمون. عقب مت میریم تو حرکت آدو موکا شواناسانا یا سگ سرپایین. باسم به سمت بالا و عقب. دم و بازدم عمیق. خیلی آروم سنگینی بدنمون رو انتقال میدیم به سمت جلو. میریم تو حرکت پلانک. خیلی آروم وزن کل بدنمون رو رها میکنیم روی زمین. دست تا کنار بدن. دم میگیریم، قفسه سینمون رو باز میکنیم. با بازدم دوباره قفسه سینه و چانه روی زمین. همراه با دم این بار بیشتر قفسه سینمون رو باز میکنیم. انگشتای پامون رو میذاریم روی مت. باسنمون رو میفرستیم به سمت بالا و عقب. پای راستمون رو میفرستیم بالا، میذاریم بین دستامون. پای چپ کنار پای راست. دم میگیریم، کمر موازی با زمین، پشت پاها صاف. همراه با بازدم قفسه سینمون رو میچسبونیم به رونهامون، پشت پاها خم. خیلی آروم همراه با دم دستامون رو میفرستیم بالای سرمون. با بازدم دست ها کنار بدن. دوباره دم میگیریم، دستا رو میفرستیم بالای سرمون. با بازدم قفسه سینه رو میچسبونیم به رونهامون. همراه با دم کمر موازی با زمین. با بازدم دوباره قفسه سینه رو میچسبونیم به رونها. نوک انگشتای دستمون روی مت. 2 پاهامون رو با 2 قدم بزرگ میفرستیم به سمت عقب مت. حرکت سگ سرپایین، باسم به سمت بالا و عقب. دم و بازدم عمیق. خیلی آروم سنگینی بدنمون رو میفرستیم به سمت جلو. سنگینی بدنمون رو رها میکنیم روی زمین. دم میگیریم، قفسه سینمون رو باز میکنیم. با بازدم دوباره سنگینی قفسه سینه روی زمین رها. این بار دم میگیریم، قفسه سینمون رو بیشتر باز میکنیم. نوک انگشتای پامون رو میذاریم روی زمین. باسن رو میفرستیم به سمت بالا و عقب. حرکت سگ سرپایین، نگاهمون به سمت عقب مت، به سمت بین 2 پاهامون. خیلی آروم پای راستمون رو میفرستیم به سمت بالا. بدنمون رو میچرخونیم به سمت راست تا جایی که بدنمون بهمون اجازه میده. نگاهمون به سمت کنار زیر بغل راستمون. بدنمون رو دم و بازدم عمیق میگیریم و سعی میکنیم یکم بیشتر بچرخونیم به سمت راست. زانوی راستمون رو خم میکنیم. پامون رو جمع میکنیم توی شکممون. دم و بازدم عمیق. نگه میداریم پای راستمون رو. خیلی آروم پای راستمون رو میذاریم بین دستامون. پای چپمون رو 90 درجه میخوابونیم روی مت. چک میکنیم که پاشنه پای راستمون وسط کف پای چپمون باشه. دست راستمون رو میذاریم جلوی پای راستمون. دست چپمون رو میذاریم روی استخوان لگنمون. اگر اینجا احساس راحتی میکنیم و بدنمون تا همین حد بهمون اجازه میده، همینجا توی حرکت میمونیم. دست چپمون رو خیلی آروم سر میدیم پشت کمرمون. دست راستمون رو از قسمت داخلی ران راستمون میفرستیم به سمت دست چپمون. دستامون رو توی هم قلاب میکنیم. دم و بازدمای عمیق. خیلی آروم از این حرکت میریم توی حرکت ویروبادراسانای 2 یا جنگجوی 2. زانوی راستمون همچنان خم، دستا به طرفین باز. نگاهمون به سمت انگشتای دست راستمون. توجه داشته باشید که زانوی راستتون در امتداد مچ پای راستتون باشه. دست چپمون رو خیلی آروم سر میدیم روی پای چپ. دست راستمون رو میفرستیم به سمت بالای سرمون. بدنمون رو خم میکنیم به سمت عقب مت. خیلی آروم از حرکت خارج میشیم. پای راستمون رو صاف میکنیم. دست راستمون رو میذاریم کنار پای راستمون یا میذاریم روی مچ پای راستمون. اگه دستمون نمیرسه میتونیم روی بلوک یا روی کتاب بذاریم. دست چپمون رو میفرستیم به سمت بالا. نگاهمون به سمت انگشتای دست چپ. 2 پاهامون صاف و کشیده. خیلی آروم دست چپمون رو میذاریم روی استخوان لگنمون. دست راستمون رو
میذاریم سمت راست مت، سمت جلو. پای چپمون رو خیلی آروم با قدم‌های کوچیک از روی زمین بلند میکنیم. صاف میکنیم پای چپمون رو. انگشتای پای چپ فعال و فلکس. انگشتای دست راستمون روی زمین. خیلی آروم دست چپ و پای چپ رو میذاریم روی زمین. پای راست رو میفرستیم کنار پای چپ. میریم تو حرکت سگ سر پایین. دم و بازدمای عمیق. خیلی آروم سنگینی بدنمون رو انتقال میدیم به سمت جلو. میریم تو حرکت پلانک. دستا ریشه کرده توی زمین، شکم محکم داخل، نگاه کمی رو به جلو. خیلی آروم سنگینی بدنمون رو رها میکنیم روی زمین. دستا کنار قفسه سینه. دم میگیریم، قفسه سینه‌مون رو باز میکنیم، باسنمون رو میفرستیم به سمت بالا و عقب. حرکت سگ سر پایین. نگاهمون به سمت بین دوتا پاهامون، به سمت عقب مت. خیلی آروم پای چپمون رو میفرستیم به سمت بالا، بدنمون رو میچرخونیم به سمت چپ. نگاهمون به سمت کنار زیر بغل چپمون. با هر دم و بازدم عمیق یکم بیشتر بدنمون رو میچرخونیم به سمت چپ. خیلی آروم پامون رو جمع میکنیم توی شکممون، نگه میداریم. دم و بازدم عمیق. خیلی آروم پای چپمون رو میذاریم بین دوتا دستمون. پای راستمون رو 90 درجه میخوابونیم روی مت. چک میکنیم که پاشنه پای چپمون وسط کف پای راستمون باشه. زانوی چپمون رو خم میکنیم. زانوی چپ در امتداد مچ پای چپ. دستامون رو به طرفین باز میکنیم. نگاهمون به سمت انگشتای دست چپمون. خیلی آروم از حرکت جنگجوی 2 خارج میشیم. دست چپمون رو میذاریم قسمت داخلی پای چپمون. دست راستمون رو میذاریم روی استخوان لگنمون. میتونیم همینجا توی حرکت بمونیم. اگر بدنمون بهمون این اجازه رو داد، دستامون رو قلاب میکنیم توی هم. دست چپ از قسمت داخلی ران چپ به سمت دست راست، دستامون توی هم قلاب میشه. خیلی آروم از حرکت خارج میشیم. میریم تو حرکت جنگجوی 2. دستا رو به طرفین باز میکنیم. پای چپمون همچنان خم. نگاه به سمت انگشتای دست چپ. خیلی آروم دست راستمون رو میذاریم، سر میدیم روی پای راستمون. دست چپمون رو میفرستیم به سمت عقب مت. بدنمون رو خم میکنیم به سمت عقب مت. خیلی آروم دوتا پاهامون رو صاف میکنیم. دستا به طرفین بازه. دست چپمون رو میذاریم روی مچ پای چپ یا کنار پای چپ یا روی بلوک یا کتاب. دست راستمون رو میفرستیم به سمت بالا. نگاهمون به سمت انگشتای دست راستمون. دم و بازدمای عمیق میگیریم. دست راستمون رو میذاریم روی استخوان لگنمون. دست چپمون رو میذاریم کنار پای چپ. پای راستمون رو خیلی آروم از روی زمین بلند میکنیم. انگشتای پای راستمون فلکس. نگاه کمی رو به جلو. دم و بازدم عمیق. خیلی آروم دست راستمون هم میذاریم روی زمین. پای راستمون رو آروم میذاریم روی مت. پای چپ رو میذاریم کنار پای راست. میریم تو حرکت سگ سر پایین. دم و بازدم عمیق میگیریم. خیلی آروم وزنمون رو میفرستیم به سمت جلو. میریم تو حرکت پلانک. شکممون رو میدیم داخل. وزن کل بدنمون رو رها میکنیم روی زمین. دست ها کنار قفسه سینه. دم میگیریم. قفسه سینه‌مون رو باز میکنیم. با بازدم دوباره سنگینی قفسه سینه رها روی زمین. دم میگیریم. قفسه سینه‌مون رو باز میکنیم. انگشتای پامون رو میذاریم روی زمین. باسن رو میفرستیم به سمت بالا و عقب. پای راستمون رو میبریم به سمت بالا. زانومون رو خم میکنیم. زانومون رو میذاریم بین دوتا دستمون. حرکتی که توی روز 6 انجامش دادیم. کف دستا روی زمین. جلوی پای راست. میتونیم همینجا توی حرکت بمونیم. دم و بازدمای عمیق بگیریم. اگر بدنمون بهمون اجازه رو داد میتونیم آرنجامون رو روی زمین بذاریم و کمی توی حرکت عمیق تر بشیم. اگر امکانش بود واسمون پیشونیمون رو میذاریم روی زمین. دستامون رو میکشیم به سمت جلو. توجه داشته باشید که باسنتون روی زمین قرار نمیگیره. خیلی آروم با کمک دستامون حرکت میکنیم به سمت بدن. از حرکت خارج میشیم. انگشتای پای چپمون رو میذاریم روی زمین. پای راست کنار پای چپ. میریم تو حرکت سگ سر پایین. خیلی آروم پای چپمون رو خم میکنیم. زانوی چپمون رو میذاریم بین دستامون. دست‌ها جلوی بدن. کف دستا روی زمین. خیلی آروم آرنجمون رو
میذاریم روی زمین، تو حرکت عمیق میشیم، پیشانیمون رو میذاریم روی زمین، دستامون رو میفرستیم به سمت جلو. دم و بازدمای عمیق. توجه داشته باشید که باسنتون روی زمین قرار نمیگیره. خیلی آروم با کمک دستاتون از حرکت خارج میشین، به سمت بدن حرکت میکنین. پای چپ رو میفرستین کنار پای راست، میریم تو حرکت سگ سرپایین. دم بگیرید، خیلی آروم بازدمتون رو خارج کنید، زانوهاتون رو بذارید روی زمین. میریم تو حرکت بچه، پیشانی روی زمین، دستا کشیده به سمت جلو یا کنار بدن. دم و بازدمای عمیق میگیریم، کل سنگینی بدنمون رو رها میکنیم روی زمین. با هر دم و بازدم باسنمون رو به پاشنه پاهامون نزدیکتر میکنیم، رها میکنیم بدنمون رو. سنگینی استخوان لگن، باسن، ستون فقرات رو رها میکنیم روی زمین. یه دم و بازدم با هم میگیریم، دم، بازدم، خیلی آروم نگاهمون رو میاریم به سمت جلوی مد، به سمت بین دستامون. به حالت 4 زانو در میایم و باسنمون رو میفرستیم به سمت بالا و عقب، حرکت سگ سرپایین. نگاهمون رو میاریم به سمت جلوی مد، پاهامون رو میفرستیم به سمت کنار دستامون، انگشتای پاهامون به سمت بیرون و پاشنه پاهامون به سمت همدیگه. کف دستامون چسبیده به هم مقابل قفسه سینه، آرنج دستامون در تماس با زانوهامون. چشمامون رو آروم میبندیم، ستون فقراتتون صاف. دم و بازدمای عمیق. خیلی آروم چشماتون رو باز کنید، باسنتون رو بذارید روی زمین، دراز بکشید روی متتون. خیلی آروم بدنتون رو راحت کنید، پاهاتون رو جمع کنید تو شکمتون، دستاتون رو به طرفین باز کنید، بدنتون رو بچرخونید به سمت راست. با دست راستتون زانوهاتون پاهاتون رو نگه دارید که از زمین جدا نشن. میتونید چشماتون رو خیلی آروم ببندید یا نگاهتون به سمت انگشتای دست چپتون. دم و بازدمای عمیق بگیرین. خیلی آروم در ابتدا سر و گردنتون رو بچرخونید به سمت وسط، به سمت مرکز بدن. پاهاتون رو جمع کنید توی شکمتون. این بار بدنتون رو بچرخونید به سمت چپ، با دست چپ پاهاتون رو نگه دارید. نگاهتون به سمت انگشتای دست راستتون یا اینکه چشماتون رو به آرومی ببندید. دم و بازدمای عمیق، چرخش خیلی مفید آرامش بخش ستون فقرات. خیلی آروم سرتون رو بچرخونید به سمت وسط، پاهاتون همچنان جمع توی شکم، پاهاتون رو بغل کنید، کمرتون رو ماساژ خیلی کوچیک و ریز به سمت چپ و راست بدید. ماساژ آرامش بخش کمرتون. خیلی آروم پاهاتون رو بذارید روی زمین، با کمک دستاتون بلند شید و 4 زانو روی متتون بنشینید. با هم دیگه تمرین تنفسی انجام میدیم. ستون فقراتتون صاف، شانه موازی با زمین، دستا روی زانوها. چشماتون رو خیلی آروم ببندید، دم بگیرید، بازدمتون رو رها کنید از دهان یا بینی. حالا با هم تمرین تنفسی رو شروع میکنیم. دم بگیرید با شمارش من. 1 2 3 4. نفستون رو نگه دارید. 1 2 3 4. بازدم. 1 2 3 4. نگه دار. 1 2 3 4. دم. 1 2 3 4. نگه دار. 1 2 3 4. بازدم. 1 2 3 4. نگه دار. 1 2 3 4. دم. 1 2 3 4 5. نگه دار. 1 2 3 4 5. بازدم. 1
2 3 4 5. نگه دار. 1 2 3 4 5. دم بگیر. بازدمتو خیلی آروم از بینی یا دهان خارج کن. برگرد به ریتم عادی تنفس خودت، جریان طبیعی تنفس. از خودت تشکر کن به خاطر وقتی که واسه خودت گذاشتی. دستات رو به حالت نماسته مقابل قفسه سینه‌ت قرار بده. سرتو خم کن به سمت بدنت. نماسته از قلب من به قلب تو. مرسی که با من همراه بودین و ممنونم که من رو حمایت میکنید.